ریشه مشم نسیم نسلی تورا سیبالان و مشه مراشق قهیلت یعقوب. شالوم بر تمام بینندگان عزیز در سرتاسر دنیا. برنامه زنده داریم از شبکه تلویزیون درخت زندگی با خانم دکتر نسرین برخورداری، خانم کهن درویش. خیلی خوش آمدید خانم دکتر. ممنونم. یک دنیا ممنون. مرسی از دعوتتون. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدیم واقعا خانم دکتر. خیلی وقتی که شما تشریف میارید یه شبکه تلویزیون درخت زندگی، خدا رو شکر که دوستان عزیز در سرتاسر دنیا از جاهای مختلف با ما تماس میگیرن و صحبت میکنن، پیغام میدن و یاد میگیریم. مخصوصا خود من دارم یاد میگیرم که چجوری باید رفتار رو داشته باشیم. البته برای دوستان عزیز، برای بینندگان عزیز میگم خانم دکتر که تخصص شما رو چه مبنایی هستش. شما دارین با خانم، الان برنامه داریم با خانم دکتر نسرین برخورداری که فامیل خودشون خانم کهن درویش و ایشون روان درمانگر با تخصص در ارتباط خانوادگی، با تخصص رشد روحی و روانی کودکان از تولد تا بزرگسالی و همچنین دکتر در رشته روانشناسی. خانم دکتر شماره تلفنشون هستش 1-818 849 41 30 و به امید خود شما اگه پیغامی دارین، اگه شما سوالی دارین، شما میتونید با شبکه تلویزیون درخت زندگی پیغامتون رو بدین و یا میتونید الان تماس بگیرید. تو این مدت تقریبا 1 ساعتی که هستیم میتونیم شما رو بیاریم روی خط، سوالی داشته باشید میتونید پاسخگوی شما باشن. خیلی خیلی خوش آمدید خانم دکتر و واقعا این سال جدیده که میدونیم که در سال جدید هستیم، سال شمسی و بعد از مورد پسخ و با امید خدا که بتونیم پربار از عشق یاد بگیریم از علمی که خالق عالم در وجود شما گذاشته که باعث دارید میشید که کمک میکنید، به وسیله میشین برای صلح و صفا در خانواده. یک دنیا ممنون. شما خیلی لطف دارین. ممنونم. ما ادامه میدیم و صحبت میکنیم راجع به صلح و صفا در خانواده، ولی قبل از اون دفعه قبل سوالی شد که آخر برنامه بود و وقت نبود و کسی عزیزی پرسیده بود که بچه ها رو چطور هفته شب بخوابونیم و سوال بسیار جالبیه و بسیار بسیار مربوطه به صلح و صفایی که میتونه توی خانواده ایجاد بکنه برای اینکه پدر و مادرایی که بچه های کوچیک دارن، بچه هایی که به دنیا میان از اون سن تا سنای 10 12 13 14 سالگی و حتی بزرگتر انقدر زندگی سخته، انقدر مشکلات زیاده، انقدر بچه ها هومورک دارن، همون باید برن، باید بچه ها رو مدرسه برد و آورد، غذا براشون پخت، پدر سخت کار میکنه که توی این دنیایی که انقدر اقتصاد واقعا مشکله بتونه روف رو بالای سر این بچه ها نگه داره و توی این ماجرا زن و شوهر رول اولا میرن همدیگر رو میبینن، از همدیگه خوششون میاد، همدیگر رو دوست دارن، ازدواج میکنن و زن و شوهر میشن، ولی یادشون میره که دیت بکنن و ما بهشون میگیم برین بیرون با همدیگه قرار بذارین، خانم لباس بپوشه، خودش رو واقعا برای شوهرش درست بکنه، مرد کارهای قشنگ برای زنش بکنه و ازدواج یه رول اضافه بر قول و قرار و بیرون رفتن و برای هم دیگه اشوه داشتنه. نه این نیست که دیگه اون دوره تموم شد، ما زن و شوهر شدیم همه چیز باید تموم بشه. عشق مثل یه گل رز میمونه که اگر بهش آب ندیم، گیاه ندیم، نور ندیم، خاک بهش نرسه، واقعا از بین میره و این عشق رو ما باید خیلی با دقت نگهداری بکنیم و لازمه این ازدواج اینه که دیت بکنیم. حالا بچه ها میان
و بچه ها یکی میشه، 2 تا خدا انشالله زیادشون کنه، آمین. بارا خشم. منتها وقتی میان انگار که حتی یادمون میره که ما زن و شوهریم و تبدیل میشیم به یه مادر و پدر. مادر در خدمت بچه ها، پدر در خدمت پروواید کردن، آماده کردن، تهیه کردن و غذا رو سر سفره گذاشتن و اون سقف رو بالای سر بچه ها گذاشتن. و این وسط واقعا این 2 نفری که قرار بوده به همدیگه برسن و احساس همدیگه رو پر کنن و با همدیگه وصل باشن، این به گسستگی و از هم جدا شدن. مرد میره بیرون و فرصتی نیست به زنش بگه که چه اتفاقی براش افتاده و چی اذیتش میکنه، و زن که توی خونه ممکنه با بچه ها، ممکنه با معلم مدرسه بچه ها، ممکنه با مادر، با خواهر، با دوست مسئله‌ای داشته باشه، دیگه شوهرش رو به عنوان یک یاور نداره که بتونه واقعا کمک بگیره، صحبت بکنه، درد دل بکنه و خانم‌ها خیلی اینا احتیاج دارن. بنابراین ما اگر بتونیم یک دیسیپلین، یک استراکچر، یک چارچوبی روی این زندگی بذاریم که بچه ها به موقع شب برن توی تخت و 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت رو به مادر و پدر بدن که در کنار همدیگه بتونن بشینن و واقعا با همدیگه صحبت بکنن، به همدیگه برسن، یه چای با هم بخورن، یه تیکه‌ای تماشا بکنن، یه شیوری با هم دیگه گوش بدن اگر لرنینگ رو دوست دارن و بتونن واقعا اون فشار روح و روانی رو که زندگی داره روشون میاره برطرف بکنن و راحت توی رخت خواب برن. این فایده‌ایه که برای زن و شوهر داره. برای بچه ها بسیار بسیار مهمتره که به موقع بخوابن، برای اینکه بچه هایی که به دنیا میان یه چیزی حدود بین 16 تا 18 ساعت به خواب احتیاج دارن. وقتی 5 و 6 ماهه، 5 و 6 و 7 تا 8 ماهه میشن، بین 14 تا 16 ساعت احتیاج دارن. وقتی به 2 ساله و 3 ساله میرسن، بین 12 تا 14 ساعت احتیاج دارن. وقتی به 5 و 6 و 7 ساله میرسن، مینیمومش واقعا 10 ساعته. و وقتی که به تینیجری میرسن 9 ساعت و 15 دقیقه. از من نپرسین چرا، من اصلا دلیلش نمیدونم، فقط ریسرچ نشون داده که مغز بچه های تینیجر 9 ساعت و 15 دقیقه و مینیموم 9 ساعت رو احتیاج دارن. ادالت بالای 18 سال به 8 ساعت در شبانه روز احتیاج دارن و اگر بعضی ها هم روحن و جنتیکلی به 9 ساعت و 10 ساعت احتیاج دارن، ولی اوریجش 8 ساعته. تا میریم بالای مثلا حدود 55-60 سال که چون متابولیزم، تمام سیستم بدنی و گوارشی همه چیز اسلودان میکنه، پایین میاد، یواشتر میشه و انرژی کمتری مصرف میکنن، به اون تندی راه نمیرن، به اون تندی حرکت نمیکنن، اونقدری کار انجام نمیدن، غذای کمتری میخورن. اونا به 7 ساعت احتیاج دارن تا زمانای دیگه خیلی سن بالا که اونجا دوباره برمیگردن و مثل یک بچه بیشترین ساعتهای روزا رو در سن مثلا 90 سالگی، چون ما انقدر مدیکال پیشرفت کرده که الان ما میتونیم اون لانجویتی، اون سلامت خودمون رو بارو خشم تا سن واقعا 80 و 90 به خوبی نگه داریم. ولی دیگه یه مرد 100 ساله، 105 ساله، 99 ساله، 96 ساله دوباره احتیاج داره که میبینین حتما نپ میگیره در عرض روز و 8 ساعت تا 10 ساعت در شبم میخوابه. بنابراین بچه ها توی سنای مختلف همون جوری که گفتم از وقتی که به دنیا میان کمترین 16 ساعت میره تا 9 ساعت رو تا برای تینیجرها. بنابراین بچه های 6-7 ساله شما، 4 ساله شما، 5 ساله شما واقعا باید این 12 ساعت رو بگیرن. بچه ها تا سن 2 سالگی، 1 سال و نیمگی 2 تا نپ میگیرن در روز، 1 ساعت و نیم، 1 ساعت هر کدومش یا حتی 2 ساعت. و بنابراین شب اگر 7 بخوابن تا 5 صبح، بچه ها خیلی صبح زود بیدار میشن و اون 2 تا 2 ساعت رو در عرض روز بگیرن، اوکی هستن و به اندازه کافی دارن خوابشون رو میگیرن. ولی به 2 سالگی که میرسه، نزدیک 2 سالگی، 1 سال و نیمگی، یکی از این نپا رو دیگه احتیاج ندارن و وسط روز فقط یه نپ
حدوداً 2 ساعت تا حتی بعضی وقتا 3 ساعته میگیرن و بعد بنابراین اون 11 ساعتی رو که شب بگیرن براشون کافی خواهد بود. ولی اگر بچه ها خوابشون کم باشه، در عرض روز مغزشون یادگیریش به اون سرعت نیست، فراموشی زیادی دارن و اجیتیت هستن، خیلی بی‌طاقتن، خیلی خسته میشن، خیلی گریه میکنن، خیلی لجبازی میکنن و روزتون رو خیلی سخت میکنن. توی لانگ ترم اگر انسان ها از بعد تولد تا توی جوانی اگر به اندازه کافی خواب نبینن، روی یادگیری و به خصوص شورت ترم مموری، اگه باورم نمی‌کنین یک شب رو نخوابین یا کم بخوابین و روز بعد میبینین عینکتون، کلیدتون، تلفنتون همه رو اینجا اونجا جا میذارین و اینو کجا گذاشتم، اونو کجا گذاشتم، یادم نیست دفترمو کجا گذاشتم. اولین اتفاقی که میفته روی شورت ترم مموریه. ولی توی لانگ ترم، روی لانگ ترم مموری و روی مغز و سلولای مغز متاسفانه از بین میره و دیمنشیا و الزایمر و کاگنیتیولی از نظر فکری و از نظر مغزی شرینک میکنه، کوچیک میشه مغز اگر خودش رو در شب بازسازی نکنه. بنابراین داریم میبینیم بچه ها به خصوص وقتی وارد کودکستان میشن، از همون 2-3 سالگی، از 2 سال و نیم، 3 سالگی، 4 سالگی، 5 سالگی و توی کودکستان ها الان خیلی جاهای دنیا توی 5 سالگی از بچه ها انتظار دارن که الف ب پ ت یا ABCD رو یاد بگیرن و شروع کنن خوندن. نه اینکه من موافق باشم، برای اینکه اتفاق دیگه ای میفته. بچه ها میرور ایمیجینگ دارن، عدسی چشمشون و مغزشون تناسبش رو با هم دیگه از دست میده و they have mirror imaging. معنیش اینه که چشم ما مثل عدسی یه دوربین کار میکنه. چشم راست ما به طرف چپ، چشم چپ ما به طرف راست و زیگزاگ یه چیزی رو میبینه. بنابراین عکس رو که میبینه برعکسه، مثل چیزی که شما توی آینه میبینین. دست چپتون دست راسته، دست راستتون دست چپه. مغز ما این رو برمیگردونه. یادتونه دوربینای قدیمی وقتی که عکس‌ها رو در می آوردیم و چاپ می‌کردیم نگاتیو داشت. نگاتیو رو چاپ می‌کردن، درستش می‌کردن و شما عکس رو همونجوری که گرفته شده بود می‌دیدین. چشم ما هم دقیقاً همونه. وقتی بچه‌ها دارن رشد می‌کنن، توی یه سنی می‌بینین خیلی میافتن. این برای اینه که استخونای پاشون درست مقارن هم و در یک حد رشد نمی کنن، یکیش یه ذره بیشتر رشد میکنه. به همین صورت تینیجرها میبینین یه کودک بسیار زیبا تو تینیجری میگین چرا این انقدر به هم ریخته، چرا زشت شد، خدایا چقدر خوشگل بود، ولی توی 17 و 18 سالگی دوباره زیبایی برمیگرده، برای که چونه زیادی دراز میشه، استخونای گونه میزنه بالا، چشم گود میشه، پیشونی یهو میزنه بالا و اینا یکسان نیست، با قرینه نیست. به همین صورت عدسی چشم و مغز رشد تناسبش رو از دست میده و بچه ها توی سن 3، 4، 5 سالگی میزه، صندلی، قالی، دیواره. آدما رو شما تو آینه هم بیستین، دست چپتون دست راستتون دست چپه، چون قرینه هستیم فرق زیادی نمیکنه و به همون شکلی که هستیم ما رو میبینیم. منتها حروف دی برعکس میبینن. بنابراین خیلی از بچه های شما حروفا رو، دی رو ما مرتب بهش میگیم قربونت برم دی از این وره، یا مثلا توی حروفای فارسی سه رو برعکس مینویسن و مادر نگران میشه خدای من چرا نمیفهمه. من انقدر دارم بهش میگم نه، بچه اینو اینجوری داره میبینه، به خصوص وقتی که خسته است. دیدم که من بچه فرزند خودم میدونم ای و ازیبری می‌نوشت. بله این انگلیسی رو به جایی که از این طرفی می‌نوشت. بله، بهش میگن میرور ایمیجینگ و بنابراین من اصلا موافق نیستم شما بچه‌های 3، 4، 5 ساله رو بخواید بشونین و بهشون خوندن و نوشتن یاد بدین. سراسر دنیا کلاس اول 6 یا 7 سالگی شروع میشه و این دلیلی داره، به دلیلی بدن بچه و از نظر فکری، از نظر لنگویج، از هر نظر
آمادگی این که سیمبولیزم رو یاد بگیره. مثل پیانو، اگر شما بخواید به بچه‌های 3-4 سال پیانو یاد بدین، نمیاین شروع کنین نوت بهش یاد بدین، آهنگو با دست و با گوش بهش یاد میدین. داریم بچه‌های 3 و 4 ساله‌ای که بسیار زیبا پیانو مینوازن، ولی بهشون هنوز سیمبولیزم رو، اون نشونه دو ره می فا sol لا سی که الان بهش میگن ABCD، نوت ها رو بهش یاد نمیدن. به همین نسبت ما باید سعی بکنیم، نه این که میگم اصلا هیچ کاری نکنین. خود من معلم کودکستان بودم، حروفای پلاستیکی چوبی ABCD رو می آوردم به بچه ها میگفتم از رو A بپرین، A رو بردارین ببرین توی سند باکس، توشو مثلا پلاستیکایی که خالی بود توش پر بکنین که از نظر لمسی، چشایی و شنوایی با این آشنایی پیدا کنن. ولی هرگز نمیگفتم کدوم حروف A بیار به من نشون بده، لزومی نداشت تا برسن به سن 6 سالگی. ولی الان خیلی مدارس چون فکر میکنن که باید بچه رو آماده بکنن، انقدر این رو تکرار میکنن و بعضی از بچه ها یادمون باشه که رشدشون یواشتره تا بچه های دیگه. بنابراین بچه هایی هستن که هنوز تو 6 سالگی میرور ایمیجینگ، یعنی دیدگاه آینه‌ای هنوز دارن، ولی بچه هایی هستن که تا 5.5 سالگی این تموم شده رفته و دیگه رشدش انقدر سریع بوده که مغز و عدسی چشم اون تناسب رو با هم پیدا کرده و قشنگ حروفا رو داره همون جوری که هستن میبینه. شما وقتی یه بچه رو که توی میرور ایمیجینگ هست، شب ساعت 10 شب میخوابه، 6 صبح بلند میشه، میبرین توی کودکستان، تمام روز رو این میرور ایمیجینگ این به خاطر خستگی و کم خوابگی شدیدتره و معلم مرتب میگه یاد نگرفته، یاد نمیگیره، داره حروفاشو برعکس مینویسه، کمکش کنین تا یاد بگیره، یا من نمیدونم چرا ژاکتشو جا میذاره، اینو جا میذاره، بد اخلاقی میکنه، زود عصبانی میشه. بچه ها به اون 12 ساعت واقعا احتیاج دارن توی اون سن و ما باید اینا رو 7 بخوابونیم، به خصوص بچه هایی که صبح زود بیدار میشن، تا وقتی که 6 و 7 صبح بیدار میشن اون 12 ساعت رو گرفته باشن. بنابراین مادران عزیزی که میگن 7 خیلی زوده، من نمیدونم روی چه مبنایی میگن زوده. درسته وقتی ساعت رو عوض میکنیم 7 هوا روشن میشه، ولی وقتی بچه ها رو عادت دادیم، از کودکی دیسیپلینش رو داشتیم، الان بچه های توی خانواده های ما که خانماشون آمریکایی هستن، ایرانی ها متاسفانه هنوز اون دیسیپلین رو انقدر ندارن، سر ساعت 7 بچه ها 6 شام میخورن، 6 و نیم دندون شسته شده است یا 6 و 45 پیژامه پوشیده است، با مادر میشینن کتاب میخونن، بعد میگن خدافظ درخت، خدافظ دیوار، خدافظ مامی، شب بخیر ددی، و ددی میبره براشون شما اسرائیل میخونه، ماچشون میکنه، چند تا حرف قشنگم با هم میزنن، شب بخیر میگه، سر ساعت 7 چراغ اتاق رو خاموش میکنن و پنجره های اتاق رو با پرده های ضخیم میبندن که اتاق کاملا تاریک بشه، چون ملاتونین که هورمونی هست که ایجاد میشه در بدن ما که خواب توی وجود ما بیاد، اونایی که خوابشون نمیبره ملاتونین بهش چی میگن، به وجود اومدن ملاتونین توی بدنشون به هم ریخته و خیلی ها رو میبینین داروی خواب بهشون میدن، ملاتونین هست حتی اسم خیلی از اون داروها، که میاد و خواب میکنه و این ملاتونین بهترین کوالیتیش توی تاریکیه. بنابراین دختر من وقتی از اسرائیل اومد گفت ما در پنجره های تو تمام پرده هاش حریره و من ساعت 7 میخوام بچه ها رو بخوابونم، هوا روشنه و اینا به آسونی خوابشون نمیبره، من میتونم پرده ضخیم اوردر بدم. گفتم حتما قربونت برم، آف کورس، و قشنگ اوردر داد و الان اون یکی نوه های دیگم که میان اتاقا ست کاملا ساعت 7 تمام پرده ها رو میپوشونیم و ساعت 6 بچه ها شام میخورن، آماده میشن و میرن میخوابن. اگر شما این کار رو نکردین، که تقریبا مطمئن هستم که اکثر خانواده های ایرانی، خود من وقتی بچه ها کوچیک بودن، چون تو ایران این دیسیپلین رو نداشتیم و من این اطلاعات رو نداشتم، این کار رو نمی کردم و بعدش هم مدارس
مذهبی جویشی دوست داشتم برن، یهودی برن که دوست داشتم بهترین باشه، بنابراین تا اونور لس آنجلس من بچه ها رو می بردم و برمیگشتیم و 7 تازه می رسیدیم خونه و امکانش نبود. ولی واقعا اگر من این چیزا رو می دونستم یه تصمیم دیگه می گرفتم، شاید مدرسه ای توی ولی نزدیک می بردم که این اتفاقا نیفته. ولی الان که میدونیم خیلی مواظب نوه ها هستیم. اگه این کار رو تا الان نکردین، بهترین راهش اینه که آروم آروم، یعنی هر شب یه 5 دقیقه، یک 10 دقیقه دست خودتونه برنامه‌تون رو بیارین بالا و بعد مثلا شما میخواین اینو از ساعت 9:30 بکنین، 9:25 دقیقه، 9:20 دقیقه، 9:15، 9:10 دقیقه، ساعت 9، بعد 8:45 دقیقه. و وقتی که بچه ها رو میذارین نمیتونین انتظار داشته باشین، چون تا حالا میدویدن و بازی میکردن و با خودتون تا ساعت 10 شب بعضیاتون پای تلویزیون بودن یا دنبال خواهر و برادر دارن میدوئن، بعضیاشون اصلا انقدر از خستگی رو مبل قش میرن، بعد مادر اینا رو بغل میکنه میبره توی تخت که واقعا درست نیست. نه هیجین دندون شستنشون، نه اون دیسیپلینی که من پیژامه بپوشم، دندونم رو بشورم، شب بخیرم رو بگم، با ددی و مامی راجع به روزم حرف بزنم که احساس نزدیکی بهشون بکنم و کتاب بر من خونده بشه. کتاب خوندن یکی از بهترین هدیه‌ایه که شما میتونین به بچه هاتون بدید و جوری کتاب میخونین که بچه ها رو به یادگیری علاقه‌مند کنین. شما اگر کتاب خوندن منو ببینین، البته من معلم کودکستان بودم و اونجا هم کلاس رفتم، ترینینگ گرفتم که داستانا رو چجوری بخونم، ولی صدای همه جور حیونا رو من در میارم. اگر گربه میاد حرف از میاو میاوه، اگر سگ میاد صدای وف وف من بالاست و بایدم باشه تا بچه ها رو علاقه‌مند کنین به اینکه داستان رو دنبال کنن، با هیجانش، با غمش، با شادیش، با تمام اون ایموشنی که دارین. اگه فقط لغت ها رو بخونین و برین، بچه اینترستش رو، اون علاقش رو واقعا از دست میده و این کتاب خوندن میتونه بچه رو عاشق کتاب بکنه. لیانای من، نوه دختری من اسرائیل، ما هر صبح بلند میشیم، من 8 صبح تا 9 صبحم مال ایناست که 6 تا 7 شبشونه و براشون کتاب میخوندم. الان مدرسه میرن، هومورک دارن، کمتر پیش میاد، هفته ای 2-3 دفعه، ولی هر روز. و یک دفعه باورتون نمیشه شبی بود که دیگه فکر میکنم روز بعدش تعطیل بودن، مدرسه نداشتن و اجازه داشتن که یه خورده بیشتر با من روی تلفن بمونن. البته من باید بود زودتر زنگ بزنم چون سر ساعت 7 اینا باید توی تخت باشن. 18 تا کتاب من برای این بچه خوندم و هنوز داشت میگفت بیشتر. البته کتاب بچه ها میدونین که هر صفحهش فقط 1-2 تا لغت داره، ولی باورم کنین که خسته نمیشد و هنوز که هنوزه. امسال بهش گفتن هدیه چی میخوای؟ گفته I want a million books، 1,000,000 کتاب میخوام. مادرش خندیده گفته قربونت برم نمیتونیم حتی تو خونه جا بدیم، 1,000,000 خیلیه. زده زیر گریه. بعد مادرش به من زنگ زد گفت من نمیدونم چیکار کنم، داره گریه میکنه و با هم خندمون گرفته بود، ولی واقعا هم عزیز بود هم غمگین بودیم براش که اینقدر غمگینه و کلی براش توضیح دادیم که تو لایبرری کتابخونه رفتی، این همه کتاب میبینی 1,000,000 نیست قربونت برم و تو هر موقع بخوای میتونی کتابخونه بری و مامان برات این همه کتاب، شاید 100-200 تا کتاب داره به عبری به انگلیسی و بیشترم برات میخریم هر چقدر احتیاج داشته باشی، ولی 1,000,000 عدد خیلی 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 بزرگیه و کلی خندوندیمش تا آروم بگیره. ولی هم بچه ها رو من با این عشق بزرگ کردم و اگر این کار رو بکنین از کلاس اول و دوم و سوم با لذت، با خنده، با بازی با بچه ها هومورک بکنین، اونا دیگه خودشونن. از کلاس سوم، چهارم، پنجم لازم نیست بگین مشقتو کردی، درستو خوندی، فردا تو درس داری، فردا تو امتحان، اصلا لازم نیست. خودشون با لذت و با دو میان و بچه هاتون تا دکترا و تا MBA و تا وکالت و پزشکی و هر چیزی که آرزوی خودشون برای خودشون نشد ادامه میدن.
برگردیم سر خواب. اگر شما این کار رو انجام ندادین، مطمئن بشین که یواش یواش چند دقیقه اینو بیارین بالا و چون عادت کرده بوده که بدو و بازی کنه، الان شما باید تمام خونه رو ساکت کنین، حتی چراغا رو خاموش کنین و توی اتاق خواب خودتون تلویزیونی چیزی تماشا کنین. همه دیگه مانیتور دارن توی اتاق خواب بچه هاشون که بچه رو قشنگ توی تختش میبینن، صداشو میشنون اگر بیدار بشه، و میتونین در اتاق خواب خودتون رو ببندین. خونه رو یعنی شب شده و ما داریم میخوابیم، 8:45 بعد 8:40 بعد 8:30 بعد 8:15، آروم 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 تا برسونینش به اونجایی که برای خودتون و سیستم زندگیتون مناسبه. ولی خواهش میکنم اگه بچه‌های شما قراره 6 صبح بیدار شن، واقعا اجازه بدین قبل از 7 اینا برن تو رخت خواب و خوابشون ببرن. اگر میتونین تا 7 و 8، تا قبل از 7 و 7:30 و 8 حتما این بچه ها باید خواب رفته باشن و برای سلامت خودشون و برای صلح و صفای شما. و اصلا عروس من میگه من نمیفهمم یعنی چی بچه تو تا 9:30 وقتی که با کازینا و با زنای ایرانی توی خانواده صحبت میکنه. عروسای من هر دوشون آمریکاییان و داماد منم افغانی اسرائیلیه، ولی بزرگ شده یه آمریکا کاملا و با سیستم آمریکایی بزرگ شدن. میگه اصلا من نمیفهمم تو چجوری به خودت آرامش میدی، تویی که صبح تا شب داری میدوی، سر کار میری، آشپزی میکنی، ظرف میشوری، با بچه هومورک میکنی، ساعت 9:30 این بچه داره میدوی، تو کی به خودت میرسی؟ چجوری تو وزنه سنگین روزتو زمین میذاری، یه نفس میکشی؟ چجوری با شوهرت کانکت میکنی؟ من و شوهرم اگر که پسر من باشه، اگر چند دقیقه صحبت نکنیم واقعا از زندگی هم دور میشیم، آروم آروم از هم دیگه. ما این حق ماست و بچه ها احتیاج دارن به این خواب. بنابراین سیستمش اینه که آروم آروم محیط خونه رو آروم کنین، انگار که همه رفتن خوابیدن و بچه ها رو آروم آروم آروم، 1 ماه 1.5 ماه 2 ماه ممکنه طول بکشه، ولی واقعا جدا میگم بهتون چنان آرامشی میده که میتونین به جای اینکه 10:30 شب بخواین وایسین ظرف بشورین، همون 7 شب، حالا اوایلش ممکنه مجبور بشین تو اتاق خودتونم برین و این کارو نکنین، ولی بچه‌ها که خوابیدن میتونین 8 شب بیاین بیرون ظرفا رو بشورین تا 8:30 و دیگه 8:30 تا 10 رو 1.5 ساعت شما اینجوری بهش فکر کنین که شما اون قول و قرار عاشقانه، اون با هم بودن، اون کامیونیکیشن، اون رومانتیک بودن که بشینم سر روش شونه شوهرم بذارم تلویزیون تماشا کنم، یا پامو رو پاش بندازم، یا بهش لم بدم، یا بشینیم تو چشم هم نگاه کنیم با هم. البته آقایون دوست ندارن تو چشم شما، مدت زیادی اون بحثیه که کردم و بازم براتون میکنم، ولی خانمایی که این تماس دستی و بدنی رو دوست دارن، این هدیه رو به خودتون بدین و اینکه دوست دارن با شوهرشون صحبت کنن، درد دل کنن راجع به اینکه بچه‌ها چی شده، معلم چی گفته، امروز تو مدرسه براشون چه اتفاقی افتاده، و بتونین حتی پدر رو توی اون حلقه روزانه زندگی بچه‌هاش نگه دارین که کاملا اینوالو باشه، کاملا درگیر باشه با زندگی روزانه بچه‌هاش. میدونم که بیشترین صحبت زن و شوهرای عزیز وقتی که مادر و پدر میشن راجع به فرزنداشونه. این هدیه رو به خودتون بدین تا بتونین این 1 ساعت 1.5 ساعت رو برای هم دیگه داشته باشید. واو خانم دکتر، خیلی واقعا این صحبت‌هایی که شما فرمودین از زاویه‌های مختلف که شب بچه‌ها رو توی این ساعت بخوابونیم و دندونشون رو مسواک بزنیم و بچه‌ها رو با شادی باهاشون صحبت کنیم، براشون قصه بگیم و تشویقشون بکنیم به کتاب. و توی دنیا بینندگان عزیز اینو ما باید بدونیم، آمار گرفتن بزرگترین و یعنی بالاترین افرادایی که توی دنیا دارن کتاب میخونن یهودی‌های تو دنیا هستن، چون که میدونیم که باید ما کتاب‌های مختلف رو باید به پایان برسونیم توی درگاه‌های مختلف، تو لول‌های مختلفی که هستیم و به این نتیجه رسیدن دنیا که واقعا بهترین کاری که داریم انجام میدیم یاد دادن به فرزندانمون که
عشق به کتاب. اگه من به بچه‌م یاد بدم که این کتاب بخونه، حالا از روش نگاه بکنه، باهاش بخونم یا یادش بدم، یا این یواش یواش، خب به قول خودتون که الان شما فرمودین، یه بچه دیگه بزرگ شد دیگه میدونه که یه انس داره میگیره به کتاب و خیلی تأثیر داره برای آینده فرزندانمون. و خانم دکتر، این یه پوینتیه که من دلم میخواد اینو به تمام بینندگان عزیز بگیم. خانم دکتر، وقتی که من بچه هامو به این صورت بخوابونمشون و میتونم با همسرم، با شوهرم، با زنم ارتباط برقرار کنم، چون که مثلا ما میخوایم حالا موقع ارتباط خصوصی که آدم باید داشته باشه با همسر خودش، صحبت هایی که داره میکنه خب جلوی بچه نمیتونه انجام بده و این عشق رو تو زندگیش با نسبت به همسرش زیادتر میکنه. حالا من میخوام این زاویه رو یه مقداری عوضش بکنم، با اجازه میدید؟ بفرمایید، خواهش میکنم. من خودم رو میذارم سر خانومایی که الان توی برنامه تلویزیون دارن نگاه میکنن. شوهر من اصلا توی خطه نیست و اصلا سرش زنش شده سلفونش و شده تلویزیون. به جایی که اقلی که تلویزیون رو میبینه، منو نمیبینه. من رفتم امروز آرایشگاه، اومدم خونه، اصلا ندیده که من چقدر عوض شدم یا عوض کردم یا زیر ابروم عوض کردم یا چیز درست کردم. اینو نمیبینه. البته منظورم خودم هم هست. خب واقعا وقتی که خانم من یه حرف اینجوری به من میزنه باید روش فکر کنم، تحمل کنم که برای خودم کار بکنم. حالا اگه میشه اینو به هم یاد بدید، زن خونه چجوری میتونه این سیستم خونه رو توی نظم بهش بده؟ من اجازه بدین با یه جوکی که نه واقعا حقیقت زندگی خودم شروع بکنم، اینو یه مقدارم بخندونم همه رو. بعضی وقتا یه خود بحث سنگین میشه. شوهر عزیز من عاشق آف کورس هر دومون سلفونمون نصف زندگیمونه، ولی بعد عزیزی در واقع مادر شوهر دخترم برای تولد من این دستگاهایی رو که الان بهش میگن الکسا، اینایی که میارین تو خونه و ازش سوال میکنین، جواب بهتون میده، اخبار بهتون میده، آهنگ براتون، فقط بهش میگین الکسا برای من این آهنگو بزن، میزنه. الکسا اخبار چه خبره بهتون میگه. الکسا هوا چطوره، هر چیزی. الکسا سوپرمارکت رالف چه ساعتی باز میکنه. هر چیزی رو زیر آسمون آبی شما از این زنم هست اسمش از الکسا بپرسین جواب میده. شوهر من مرد بسیار، واقعا من خوشبخت‌ترین زن عالم خودم رو حساب میکنم و ما هر دو سر کار میرفتیم، ولی شوهرم بعضی وقتا خیلی زود از تخت می اومد بیرون. نسرین جون چی میخوای کافی برات درست کنم، صبحت بخیر، و زندگی بسیار شیرین. الکسا اومد و شوهر من یواش یواش یاد گرفت که الکسا جوابشو میده، ازش ناراحت نمیشه، اتیتود بهش نشون نمیده. مثل یه ربای عزیز، نمیدونم اینجا دارم اسمش رو بدم، میگفتش که من عاشق این جی پی اس، اینی که دایرکشن توی ماشین بهمون میده، مثل اونایی که به ما نقشه و دایرکشن جی پی اس دیگه. جی پی اس میگفت من عاشق گوگل خانومم برای اینکه نه عصبانی میشه، زن من سر من داد میزنه، یه خیابون رو اشتباه میرم میگه دوباره اشتباه کردی. این قشنگ به من میگه با خیلی، و من میخوام برم خواستگاریش، انقدر دوستش دارم. الکسا هم همه جور به دل شوهر من میرسید و یواش یواش من شوهرم دیگه 7-8
هوو داشتم من تو خونه که شوهر من بلند میشد الکسا اخبار چیه، الکسا بر من آهنگ بذار، الکسا صبحت بخیر، الکسا کافی رو چه درجه ای من گرم بکنم، الکسا رالف چه ساعتی باز میکنه. و دیگه اصلا انگار نه انگار. من رفتم بانک و توی بانکی اون متصدی بانک وقتی رفتم پول بیارم بیرون برگشت گفتش که can I introduce Erica to you، یعنی بانکتم با همین ماشینا باشه. نگاش کردم گفتم حق نداری با من راجع به اریکا حرف بزنی، من آردی یه هوو تو خونه دارم. بعد اینجوری برگشت گفت میبخشین میتونم اریک رو بهتون معرفی بکنم. اگر مرد باشه چی، که با هم دیگه خندیدیم. البته امکان نداره تمام این دستگاه ها شوخی میکنم، ولی خیلی دنیای عجیب و غریبی شده و واقعا 8 بیلیون آدم روی کره زمینه، از همیشه تنها تریم و دوست و آشنا و همه چیمون شده اینا. باورم کنین یک مادری اومده بود تو اتاق من چندین سال پیش و میگفت پسر 10 سال 11-12 ساله من اصلا دوستاشو خونه نمیاره، با دوستاش بیرون نمیره، فقط سرش توی تکنولوژی و توی تلفنشه، من نمیدونم چه کار کنم. بهش گفتم باید دوستاشو دعوت کنی، خیلی مهمه که بتونه توی چشم مردها، توی چشم نگاه کردنشون با زن و همسرشون و دوستاشون و آقایون ضعیفه به دلایل درستی، دلیل داره که یک همچین اتفاقی میفته، ولی ما نمیخوایم این رو ازش بگیریم و اسکیلز این رو نداشته باشن که تو چشم دیگری وقتی باش صحبت میکنن نگاه کنن. بنابراین باید دوست بیاری و بعد حتما هفته 2 دفعه 3 دفعه پسرایی رو که دوست داره، کسایی رو که دوست داره اسمشون رو بپرس، با مادر رو صحبت کن، اینا رو خونه بیار، پیتزا درست کن، پاپ کورن درست کن، سرگرمشون کن، بازی مناپولی و تخت نرد و چس و این چیزا تو خونه داشته باش که تکنولوژی نیست تا اینا بتونن با هم در ارتباط باشن. هفته بعدش اومد گفت باورتون نمیشه من این کارو کردم و یه پسر رو دعوت کردم و 2 تاشون رو سوار ماشین کردم و پشت فرمون نشسته بودم، اینا 2 تا هر دو رفتن عقب نشستن، دیدم ساکتن. برگشتم گفتم گایز، بچه‌ها شما مجبور نیستین وایسین تا برسیم خونه با هم دیگه حرف بزنین، میتونین از تو ماشین با هم دیگه بگین و بخندین و حرف بزنین. جفتشون گفتن we are، ما هستیم، داریم با هم صحبت میکنیم. تلفناشون رو آوردن بالا، یعنی بغل دست هم که نشسته بودن ترجیح میدادن که همدیگه رو تکست بکنن، که برای همدیگه پیغام نوشتنی بنویسن تا اینکه تو چشم هم نگاه کنن و با هم. و واقعا جنریشن ما داره این رو از دست میده. اینو بذارین کنار، برگردیم به سوال شما. من یه مقدار به اینجا که میرسه یه نظر بسیار محکمی دارم، نه اینکه نظر شخصی من باشه. دنیای پزشکی و روانپزشکی و روانشناسی و روانکاوی کشف کرده که مغز خانم ها نیمکره راست و چپش اون ارتباطات الکتریسیتی که برای همدیگه میفرستن که با هم کامیونیکیت بکنن میلیون ها تایمز بیشتر از آقایونه. یعنی احساسشون، خوندن صورت دیگری، حالتهای موسیقی و آرت و آهنگ که تمامش روی مغز راسته، با مغز چپ که لاجیک، منطق، زبان یادگیری، تمام اینا به انگلیسی با ال شروع میشه، لاجیک، لنگویج، لینیر، تمام چیزایی که مربوط به کارهای فنی میشه و یادگیری زبان میشه روی نیمکره چپه. و آقایون ارتباطات بسیار کمتری دارن، برای همینم احساسشون به زبانشون زیاد وصل نیست. یعنی اگه من به یه آقایی بگم How do you feel، چه احساسی داری، حتی توی اتاق تراپی به من برمیگردن میگن من خوبم، من اوکی هستم، همه چیز خوبه، یا مهم نیست، یه کمی خستم. ولی اگه به یک خانم بگم 1.5 ساعت به من لکچر میده، خستگی روحی دارم، اصلا خیلی غمگینم، با این دعوام شده، یه همچین احساسی دارم، شب و خوابم نمیبره، میتونن مرتب ازش صحبت بکنن. آقایون قسمت پشت مغزشون، اون نیمکره های پشت نه جلو، به همدیگه ارتباطش میلیون ها تایمز از خانوما بیشتره، چون قرار بوده کارهای فنی انجام بدن، قرار بوده برن
هانتینگ، قرار بوده برن هانتینگ میشه چی؟ شکار. برن ماهیگیری، برن شکار، برن مزرعه داری و توی شکار باید بوده می نشستن و تشخیص میدادن که این حیوانی که من دارم میبینم میخوام شکار کنم بیارم خونه چقدر از من فاصله داره و من این سنگو که پرت کنم صدای هوا این حیوان رو مطلع میکنه که داره چیزی به طرفش میاد و میپره. من این سنگ رو اگه مستقیم بهش بزنم این میپره و من نمیتونم بگیرمش. بنابراین باید ببینم چقدر بهش نزدیکم، جهشش به چه شکلیه این حیوانه به خصوص و من کجا باید این سنگو بزنم که بگیرمش و به عنوان غذا بیارم خونه. و برای همینم آقایون مکانیک ترن، راننده های بهتری هستن، مکانیک ماشین بیشتر آقایون هستن، کامپیوتر رو از همدیگه باز کنن، وصل کنن، به همدیگه دوباره سوار هم بکنن. خیلی کم شما میبینین که خانم‌ها این کارو بکنن و خانم‌ها بیشتر توی کارهایی هستن که رابطه‌ایه. معلم مدرسه هستن، نرس هستن، دکتر هستن که با انسان‌های دیگه در ارتباطن. نه اینکه خانم‌ها قدرت ندارن اون کارا رو بکنن یا آقایون قدرت ندارن که با احساس تر باشن، ولی بیولوژیکلی از نظر بدنی اینجوریه. برای همین ما پوستای خیلی لطیفی داریم، برای اینکه قرار نبوده بریم تو آفتاب بشینیم. آقایون سر تا پا، از بالای سرشون تا روی پاشون، پا و سینه و پشت و ریش و گردن و تمامش پوست موی ضخیمه، چون قرار بوده که از آفتاب حمایت بشن و بیماری‌های مختلف پوستی خدای نکرده کنسر نگیرن. و اونا ماهیچه دارن چون قرار بوده که بجنگن با مرد همسایه اگه میخواد بهشون حمله بکنه، اگه شکاری رو که آوردن خونه اون بخواد بگیره یا شیر و پلنگی بهشون حمله بکنه. خانم‌ها میرفتن پشت سر آقایون قایم میشدن و آقایون پروتکت و پروواید، یعنی حمایت میکردن از سلامت بدنی خانواده و از راه‌های دیگه هم انتظار داریم که خانواده‌شون رو پروتکت بکنن که بحثیه برای یه موقع دیگه. و سقف بالای سر زنشون یه قاری مهیا بکنن و مرتب گوشه هاشو بزنن و اگه سنگی چیزی تیزه صافش بکنن و اونجا رو آماده برای زندگی کردن بکنن و بعدم برن شکار یا برن مزرعه داری و ساعت‌ها توی آفتاب باشن و بیان. بنابراین من این رو خیلی قاطع بهتون بگم، خانوما they have their thumb on the pulse of relationship، یعنی انگشت شستشون روی ضربان روابط خانوادگیه. همون جوری که یه دکتر شستشو میذاره روی نبض شما و نبض شما رو میگیره، شما این شست روی نبض روابط خانوادگیه. شما این که باید رابطه رو توی خانواده نگه دارین، با شوهر، با فرزند. بر همینه که شما این که رحم دارین، شما این که بچه در وجود شما بزرگ میشه، شما این که بچه رو با دست چپ بغل میکنین، شیر میدین و مغز راست شما با مغز راست بچه، 83% خانم‌ها بچه رو با دست چپ بغل میکنن. شما امکان نداره یه هندونه رو با دست چپ بردارین، میفته، اصلا راحت نیست. ولی بچه هاتون رو با دست چپ بلند میکنین چون و براتون راحت تره، چون مغز راست شما با مغز راست بچه میتونه از طریق چشم همدیگر رو ببینه، همدیگر رو بخونه، لذت رو در چشم شما ببینه و عشق رو در چشم شما نسبت به خودش ببینه و شما این که بهش شیر میدین و این موقعیت رو به وجود میارین و این به ما داده شده. مغز ماست که میلیون ها کانکشن مغز چپ و راست ما داره. بنابراین ما هستیم که باید بگیم شوهرم از درک میاد تو خسته است، باید اجازه بدیم نیم ساعت 20 دقیقه هر چقدر احتیاج داره، 40 دقیقه نیم ساعت فقط مال خودش باشه، بره دوش بگیره، بره بشینه اخبار گوش بده، لباسشو عوض کنه، بره تو پیژاما فقط روی مبل دراز بکشه، یه چای بخوره، تو دیسترس. نمیتونه از اون فضایی که پدرم روحشون شاد همیشه میگفت نسرین زنا سخت کار میکنن، مادر تو خیلی سخت کار میکنه ولی تو خونه است و سیفه. مرد وقتی میره توی خیابون، وقتی میره تو کوچه، هر چکی، هر پولی که میخواد بگیره باید دستشو تو دهن یه شیر بکنه و خونالود در بیاره تا حق خودشو از مردم بگیره، تا جابش رو سالید نگه داره و همیشه احساس اون
مسئولیتی که I'm the provider، منم که باید مهیا کنم روی شونشه و این احساس سنگینیه. بنابراین بدون که خیلی خسته تر از توی از نظر روحی، تو بدناً ممکنه بچه داری میکنی، صبح تا شب داری کار میکنی، مرد تو شاید رو صندلی نشسته توی دکه بازار و مغازش و کار زیادی بدناً نمیکنه ولی روحاً خسته تره. بنابراین این فرصت رو بهش بده که بیاد خونه، احساس بکنه سیفم. یه روز دیگه گذشت و من با آرامش اومدم خونه. تا اومد از در بیرون بمبارونش نکن با خنا این کارو کرد، موشه اون کارو کرد، اشلی اون کارو کرد، بیا اینو بگیر، بیا برو دیویدو بخوابون. به هیچ عنوان فشار بیشتری روش نیارین، نمیکشه واقعا. این فرصت رو بهش بدید. البته میدونم که اکثر خانم‌ها الان بیرون کار میکنن، خود من درس میخوندم بیرون، فول تایم کار میکردم، بچه داری میکردم، ولی زنا واقعا یه قدرت بیشتری توی این ارتباطات و ارتباط برقرار کردن دارن. بعد از اون نیم ساعت میتونین ازش خواهش بکنین که با کمک همدیگه بچه ها رو از نظر هومورک و همون کردن و غذا دادن رو، کتاب خوندن رو، و واقعا ببینین چه کارهای شما توش قوی هستین از نظر ارتباطی با بچه ها، چه چیزایی شوهر شما باهاش قوی تر هست و اون رول رو به هم دیگه بدین تا بچه ها هم از بودن با شما و انجام اون کار لذت ببرن. دندون شستن یه چیزیه که بچه ها به عنوان یه وظیفه یا یه کاری که باید بکنن دوست ندارن، ولی اگر شما این کریتیویتی، اگر این خلاقیت رو دارین که بخندونینش. دختر من میگفت من فرشته مسواکم، اومدم کمکت. و بعد می اومد و با صداشو عوض میکرد، اکسنتشو عوض میکرد. I am here to help you با صدای خنده‌دار، و تمام مدت با اون صدا صحبت میکرد، بچه‌ها رو تشویق میکرد. یا یه شب دیگه می اومد میگفت من خواننده ی اپرا هم اومدم که با هم دیگه اپرا بخونیم. بعد مسواک خودش هم ور میداشت همونجوری که مسواک میکرد آواز میخوند. اگر میتونین با بازی بچه ها رو به چیزی که باید یاد بگیرن عادت بدین، قشنگترین و بهترین نوعه و علاقه اونا هم به یادگیری زیاد میکنه. بچه ها رو با هم میخوابونین. امیدوارم بتونین از ساعت 10:30 به 9 و 8:30 و 8 و 7 برسونینش. و بعد این شمایین که میتونین. اولین که یه آقای دکتری خیلی حرف جالبی میزد، میگفتش که خانم‌ها باید روزی 5000 لغت حرف بزنن، آقایون فقط 500 لغت دارن. بنابراین از آقایون خواهش میکنیم هیچی نگین در عرض روز، حرف نزنین، با ایما با اشاره، ولی لغتاتون رو استفاده نکنین. خانم‌ها از صبح بلند شین، به خواهرتون زنگ بزنین، به ما بچه‌ها رو که گذاشتین مدرسه، به مادرتون زنگ بزنین، با زن همسایه حرف بزنین، تو فروشگاه که رفتین حرف بزنین که خیلی از این لغت‌ها رو استفاده کرده باشین که شب که میرسین خونه ایشون خیلی ساکت، شما خیلی پر حرف در واقع نباشین. یه مقدار جوکه، یه مقدارم واقعا حقیقت داره. ولی این شمایین که همونجوری که اون دفعه گفتیم هشم به ما 2 گوش داده، یه دهن. قدرت شنوایی رو داشته باشیم و واقعا بپرسیم چطوری؟ روزت چطور بود؟ این ماییم که اینو میتونیم لید کنیم با ظرافت تمام. و وقتی که اتفاقی افتاده که احتیاج داریم باهاش صحبت کنیم، بهش بگیم هر موقع خوبی بود، خسته نبودی، بعد از برنامه تلویزیونی یا بعد از لرنینگت. خیلی آقایون دوست دارن میان خونه لرن کنن شب. یه فرصتی به من بده قبل از اینکه بخوابی، اتفاقی افتاده دوست دارم باهات صحبت کنم، میخوام نظرتو بدونم یا میخوام فقط منو بشنوی. لطفاً درستش نکن، نظرتم نمیخوام، فقط میخوام بشنوی. و چون آقایون فیکسر آپرن، یعنی یه مشکلی رو که بهشون بدین میخوان درستش بکنن. وقتی بهش بگین که من با دوستم امروز حرفم شد، فوری میخواد بهتون بگه باید بود اینو بگی، فردا بهش اینو بگو. میخواد بهتون سولوشن بده، چون خودشون سولوشن اورینتد، یعنی جواب میخوان. کاری به مسائل روحی و روانی و احتیاج به این که خودشون رو اکسپرس کنن و فقط راجبش حرف بزنن براشون معنی زیادی نداره. اینه که ما وقتی بهش اینو میگیم و اونا میخوان درستش کنن، عصبانی میشیم که مگه من بچه‌ام، من خودم میدونم چه کار کنم، من که اصلا نظرتو نخواستم.
which is not اصلا درست نیست، چون اون عشقش رو داره به شما میده. اون نمیخواد شما رو کوچیک کنه، اون فکر میکنه اگه شما دارین اینو میگین اون باید یه کاری براش بکنه. همون جوری که تستوسترون هورمون مردونگیش بهش میگه که سقف بالای سر خانوادت بذار، مهیا کن گوشت و غذا رو مهیا کن و حمایتشون بکن، همونم بهش میگه مشکلات زنت رو حل بکن. جواب باید براش داشته باشید. بنابراین آمادش کنین که فقط میخوام بشنوی، فقط میخوام باهات درد دل کنم، یه مسئله اتفاق افتاده دوست دارم با هم دیگه صحبت کنیم، اگر امشب شب خوبی نیست سعی میکنم یادم بمونه فردا شب حرف میزنیم. و ناراحت هم نشین که برگرده بگه واقعا خسته‌ام امشب، آره بذار فردا شب. نگین او بی توجهی کرد، نه، برای اینکه اونم میخواد جایی باشه که بتونه بهتون گوش بده، که اونجا براتون واقعا باشه. یه مسئله دیگه جناب آقای شیرازی اینه که شما میگین مثلا آقایون اصلا تو خط نیستن، یا به خانمشون توجه نمی کنن، یا تلفنشون خیلی اینترستشونه. آقایون از نظر احساسی و روح و روان و سایکولوژی اینترست زیادی ندارن که بخوان فقط راجب یه مشکلی، راجب یه مسئله‌ای، راجب یک غمی صحبت کنن و هی با قاشق اینو به هم بزنن. خانوما این رو میخوان که پروسس اینقدر بکنن تا براشون حل بشه. البته آقایون تا حدی این رو دارن، ولی برای اتفاقای بزرگتر. چه خانوما چه آقایون اگر تصادفی خدایی نکرده خسف شالوم بکنن، از ماشین میان بیرون، قلبشون میزنه، دستشون میلرزه، اون تمام چیزای ماشین اونایی که باز میشه که شما رو سیف نگه داره باز شده، شاید بدنش درد میکنه و شوک عجیبی بهش دست داده، ولی خدا رو شکر اتفاق خاصی نیفتاده. برای پلیس این رو توضیح میده. بعد وقتی که کاراش تموم شد با اون طرف و با پلیس، اولین کاری که میکنه تلفن میزنه یا به زنش یا به برادرش یا به همکارش توی مغازه اگه نمیخواد خانمش رو نگران بکنه و این رو براش تعریف میکنه. بعد هر مشتری رو که میبینه میگه باور نمیکنی امروز صبح داشتم میومدم تصادف کردم. و تا 1 هفته 2 هفته این ماجرا اولین چیزیه که حتی یه مهمونی میره میگه 1 ماه پیش من یه تصادف داشتم. ولی آروم 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 این نیاز کمتر و کمتر میشه. خانوما نیاز بیشتری دارن. وقتی این اتفاق میفته برای هر کسی که بهش میرسن تعریف میکنن و یه مدت شاید یه ذره بیشتر از آقایون طول میکشه تا اون آرامش رو بگیرن، ولی به اتفاقات بزرگ مثل ارتکویک، مثل تصادف، مثل خدایی نکرده بیماری، چیزی که واقعا life threatening، یه چیزیه که آرامش من رو به هم میزنه به یک صورت تهدید کننده، منم احتیاج دارم. ولی روزمره این که من غمگینم، من ناراحت شدم، من احساس فرسودگی دارم، اونا براشون زیاد خوشایند نیست. و بعدم این که من و تو بخوایم بشینیم راجع به رابطمون مرتب صحبت بکنیم خستشون میکنه. بنابراین اگر میخواین با شوهرتون یه رابطه نزدیک داشته باشین و شما این که انگشتتون رو روی ضربان این رابطه دارین، این شما این که این رو باید خیلی قشنگ و آروم و با حوصله این که آروم آروم این رو بگین، کم بگین، خلاصه مطلب رو بگین، شاخ و برگی رو که بهش میدین برای خانوما آقایون بهش احتیاجی ندارن و یاد بگیرین که واقعا چطور کامیونیکیت بکنین. ولی از اون مهمتر این که بدونین اون توجهی رو که نمی کنن انقدر سر و مغزشون پره و شاید نگران مسائل مالی، من امروز یه چک $100,000 که قرار بود یه نفر به من بده نداده، بنابراین نمیام خونه تو رو ببینم بگم او رنگ موهاتو عوض کردی عزیزم. این خیلی مشخصه. اینه که من میام خونه میگم امروز رفتم دوست داشتم رنگ موهامو عوض کردم، تا اون نگاه کنه بگه او آره خوش قشنگ شده، یا عوض کردی من اون رنگ قبلی رو بیشتر دوست داشتم. خود ما باید اونا رو اینوالو بکنیم. از اون مهمتر باید یک چیز دیگر رو
ترای انگل بکنیم. ترای انگل یعنی مثلث. مثلث 3 تا زاویه داره، 2 تا زاویهش منم و شوهرمیم. اگه بخوایم راجع به رابطمون صحبت بکنیم فقط روی این زاویه داریم میچرخیم و بالاخره خستشون میکنیم. ولی اگر یه چیز دیگه، اون اسپورت دوست داره، فوتبال دوست داره، ورزش دوست داره، پالیتیکس میشه چی؟ سیاست دوست داره، بازار پول و استاک مارکت و اقتصاد و دنیا رو دوست داره، خودتون رو واردش کنین و یه مقدار وارد اون دنیا بشین تا بتونین باهاش صحبت بکنین. فیلمایی رو که فیلم اکشن دوست داره شما دوست ندارین، شما برین میوه قاش کنین، چای براش بیارین، خودتونم میتونین روی کنارش بشینین ولی روی تلفن چیزی رو که دوست دارین با گوشی ببینین ولی کنارش باشین. بهتر از اون میتونین قسمت های اکشنش رو دوست ندارین برین و بیاین و میوه بیارین و وقتی که تبلیغات میدن ازش بپرسین چه اتفاقی افتاد ولی باهاش سعی کنین که دنبال بکنین این رو. یعنی خودتون رو وارد مسائلی که اون دوست داره شما رو وارد بکنه. اگر میتونین همکارش بشین، از پیپر ورک توی آفیسش بهش کمک کنین، از نظر فکری اگر این خلاقیت رو دارین. من کاپلایی میشناسم که مثلا خانم خیلی خلاقیت این رو داره که خونه رو قشنگ دکور بکنه و آقا وقتی که این رو میبینه و میبینه چقدر همه تعریف میکنن شروع میکنه اینوست کردن، خونه میخره، درست میکنه، اجازه میده زنش کاملا دکور بکنن و بعد با قیمت خیلی بهتر بفروشن و از نظر بیزنسی بتونن با هم دیگه واقعا به اون موفقیت برسن. اگر شوهر شما توی بازی و گیم به خصوصی توی تکنولوژی هست که دوست داره، یاد بگیرین این بازی رو و سعی کنین که در کنارش و باهاش بازی بکنین. من توی تکنولوژی اصلا نیستم، علاقه خاصی ندارم، تلفنم متاسفانه خیلی باهاش مشغولم به خاطر کار و حرفم، ولی وقتی که دیگه میام خونه ساعت 8 و 9 شبه و من دیگه میرسم خونه، واقعا تلفن رو میذارم کنار و کنار هم میشینیم، یه چای میخوریم، ما هم دیگه راجع به روزی خود صحبت میکنیم. بیشتر حرفای ما الان نوه هامونه که اون رو تراینگل، اون رو میکنیم زاویه سوم و راجع به نوه ها با هم دیگه صحبت میکنیم، چقدر شیرین بودن، چه کار کردن و حالشون چطوره یا چه چیزی رو دوست دارن. شوهرم برای من میگه امروز اگر من کلاینت داشتم بعد میرفتم دفترم و نمیتونستم کتاب بخونم، شوهرم کتاب خونده برام تعریف میکنه چه کتابی خونده، اون چه ریمارکایی، چه صحبتایی کرده، راجع به این کتاب چی گفته و برای هر دومون خیلی شیرینه. روزای شبات کنیسا میریم، برمیگردیم، نهار میخوریم، استراحت میکنیم 1-2 ساعت و شوهرم دوست داره پرشا رو بخونه، لرن بکنه، دوست داره که صحبتهای جناب روای لولویان رو گوش کرده. اگه من کنیسا نرفتم برای من دوباره سر میز نهار بازگویی بکنه که همه اینا کانکشنه. صبحای زود شبات با هم دیگه بیدار میشیم و 2 تا کاپی جویش جورنال، یه روزنامه توی الی، با هم دیگه مقاله هاشو به خصوص از وقتی که اتفاق وحشتناک اکتبر 7 افتاد و با هم دیگه بحثای اینتלקچوال داریم. بحثای اینتלקچوال میشه سطح بالا و با آگاهی از مسائل سیاسی و نظریات دیگرون که توی این مقاله ها نوشته میشه صحبت میکنیم و بعد از اون هم خیلی وقتا گیم بازی میکنیم. گاهی ورق، بیشتر مواقع هم بدگمه که بازی بسیار شیرینیه. بنابراین دست زنه که این ارتباطات رو بین پدر و بچه ها، خودش با شوهرش، خودش با خانواده خودش با خانواده شوهرش و حتی پدر من به من گفت تو مسئولیت این رو داری که بشی گلو چسب بین شوهرت و خانوادش. نه تنها شوهرت و ما خانواده، نه تنها شوهرت و دختر خاله و دختر عمو و اونا، بلکه حتی با خودش و مادرش و پدرش و برادرش مطمئن باشی که رابطه اونا رو عمیق‌تر و صحیح‌تر میکنی. تا جایی که من اگه منزل مادرم بودم، پدرم بودم و مادر شوهرم زنگ میزد و میگفت جوزف رو پیدا نمیکنم،
گوشی رو که میذاشتم پدرم میگفت مبادا یادت بره جوزف از در میاد تو، بهش میگی فوری به مادرش زنگ بزنه، مادرش داره دنبالش میگرده. نه اینکه حتی بگم مثلا مادرم میگفت خب آقا جون صبر بدین یه چای بخوره، آقا جون میگفت نه، مادرش داره دنبالش میگرده، تو مسئولی نه تنها این پیغام رو بدی، خواهش کنی جوزف جون لطف کن به این ما زنگ بزن. ما بهشون میگفتیم به این ما زنگ بزن، زنگ میزنن دنبالت میگردن، به من پیغام دادن، میخوام بدونن که تو پیغامو تا اومدی گرفتی، لطف کن زنگ بزن. و خانم دکتر واقعا خیلی پوینت خیلی قشنگی شما اینو عنوان کرده، چون که من با یکی از دوستان عزیز داشتیم صحبت میکردیم، این رابطه با شوهرشون خیلی صمیمانه نیست و این دست از اینجا یاد گرفتم من از شما که دست خود زن هستش که من ببینم این شوهر توی چه قسمتی، تو چه زاویه‌ای، با چه برنامه‌ای، آیا تو سیاست خیلی علاقه داره، آیا تو اسپورت خیلی علاقه داره، آیا تو بیزینس خیلی دوست داره که صحبت بشه، آیا دوست داره که توی چیزهای مختلف. پس من که زن خونه هستم باید اینجوری فکر کنم که من اگه بخوام ارتباط من با شوهر من قوی تر بشه، حالا من کاری ندارم توی مذهب، کاری ندارم توی مسائل خانوادگی، ببینم علاقه شوهر من تو چه زمینه‌ایه. اگه توی پالیتیکس، خب حالا میرم تو ترامپ ببینم ترامپ این بازیگوشی میکنه یا کارهای دیگه چیزا، میرم تو این قسمتی که یه خورده ارتباط از لحاظ سیاسی من بتونم با همسر من یه خورده قوی تر بکنم. اگه میبینم شوهر من واقعا علاقه به بسکتبال و NBA داره، بعد ببینم این بازیکن شریک اون یکیه، یه خورده آگاهیمو زیادتر بکنم که بتونم این ارتباطو باش قوی تر بکنم که یه کمی نزدیک بشیم رو هم دیگه. و اتفاقا اینو یکی از راوای خیلی بزرگ دنیا شنیدم که دید نوش خیلی تو خط مذهب نیست و این نوش خیلی علاقه زیادی به بیسبال داره و این راو میادش به یکی از تلمید خاخامای خودش میگه که برو برای من یه مقداری سرچ بکن که من دوست دارم درباره بیسبال چجوری بازی میکنن، اصلا بازیش چجوریه، قانوناش چجوریه، چه تیمایی قوی تره که من بتونم از این لحاظ بتونم با این نوم ارتباط برقرار کنم، نزدیکتر بشم. واقعا پوینت خیلی قشنگی شما توضیح دادین که دست خانوما هستش، آقایون یه گوشه نشستن 500 کلمه میخواد صحبت کنه ولی خانومه هستش که بره سرچ بکنه ببینه چجوری من میتونم با این شوهر که الان اومده به خونه، حالا چه که $100,000 پاس شده یا نشده، یا چجوری بتونم این باهاش ارتباط برقرار کنم. مرسی. خواهش میکنم. البته یادمون نره به همین صورت هم آقایون وظیفه دارن که این رو وقتی که این همه زحمت رو، این همه افرت، این همه کاربردی رو در خانمشون میبینن و حتی اگرم نبینن، بدونن که همه جای دنیا عدالت، فرنس باید وجود داشته باشه و به عنوان همسرم من باید نگاه کنم خانم من چی دوست داره، به چی علاقه داره، چی خوشحالش میکنه و ازش بخوام به من یاد بده تو کی هستی، چی هستی، چی دوست داری. شما اگه دوست ندارین رستوران برین ولی خانمتون خیلی دوست داره، باید فکر کنین یه ویکند نمیریم، من میشینم باربیکیو میکنم، غذای خونه میخوام، ولی یه ویکندش رو میریم. وقتی من کاری میکنم، چه برای زن چه برای شوهر، که من دوست ندارم ولی همسرم دارم این کارو میکنم چون خانومم این کارو دوست داره، یاد بگیرم و نگاه بکنم به این صورت.
من از این لذت خواهم برد که این اسپیس رو، این فضا رو به وجود آوردم که همسر من لذت ببره از اتفاقی که داره میفته. درسته که من فیلم‌های وحشتناک خون‌آلود دوست ندارم، ولی مردها به عنوان موجوداتی که حمایت کننده هستن خیلی دوست دارن. اکثر فیلم‌های اکشن بهش میگن، فیلم‌های جنگی هم مال اینه که یه آدم خوب داره دفاع میکنه از آدمای خوب دیگه و دنبال آدمای بده و این واقعا مرد رو خودش رو توی اون رول میبینه که نجات دهنده میشه و براش خیلی لذت داره. من اصلا نمیتونم. من میتونم ساعتها عادت کردم به خاطر کارم و میدونم چجوری خودم رو حفظ بکنم که غم دیگرون مستقیم به قلب من نزنه و روی من اثر مستقیم نذاره. بعضی وقتا اینقدر درد عمیقی که میذاره، ولی اکثر مواقع این رو یاد گرفتم برای اینکه من آدیتورالی، یعنی از نظر شنوایی اینقدر قوی نیستم. همه چیز رو تجسم میکنم ولی اگر ببینم اثر خیلی عمیقی رو من میذاره. بنابراین یک صحنه خون‌آلود یک فیلم رو اصلا نمیتونم، یعنی شب خواب بد میبینم، آرامشم به هم میریزه. بنابراین نمیشینم خیره بشم به صحنه و بگم برای شوهرم باید این کار، چون نه، من اگر مهربونم اول باید به خودم برسم، اول باید برای خودم احترام قائل باشم. بنابراین وقتی اون صحنه میاد یا یک همچین فیلمیه، براش چای درست میکنم، براش میوه قاش میکنم، براش پیتزا درست میکنم، براش پاپ کورن درست میکنم، میرم و میام، یا اینکه میرم روی کامپیوتر کار خودم رو میکنم و اجازه میدم و لذت میبرم از اینکه اون داره لذت میبره، از اینکه داره پذیرایی میشه، خونه است و اون سیفتی، اون آرامش توی خونه بودن رو داره تجربه میکنه. ولی به همون نسبت برای خودم میجنگم. یادتون نره توی هر رابطه‌ای شما، هر انسانی توی هر رابطه‌ای شما تنها کسی هستین که میدونین چی احتیاج دارین. مرد شما کسی نیست که بخواد این ارتباطات رو بخونه، دنبالش باشه، احساساً دنبال شما بیاد و شما رو بخونه. شما این که وظیفه دارین بهش یاد بدین من چی احتیاج دارم. همینجوری که با دوستامون این کارو میکنیم. اگه من با دوستی بیرون برم و شروع کنه حرفایی بزنه که خوشایند نیست، جوکایی بگه که برای گوش من خراشنده است، چی بهش میگن، خوشایند نیست، من بهش میگم مرسی از اینکه میخوای منو بخندونی ولی من اذیت میشم، من اینو جوکا رو دوست ندارم، من چیزای تمیز دوست دارم، یا دوست دارم، یا یکی شروع میکنه غیبت کردن پشت سر یکی دیگه، فوری برمیگردم میگم ببین من دوست ندارم کسی راجع به من صحبت کنه و برام هم جالب نیست که بخوام راجع به زندگی داخلی کسی بدونم. آیا اگر اون شخص اینجا بود اوکی بود باهاش که تو اینو برای من بگی؟ من اجازه دارم بهش بگم که تو اینو به من گفتی؟ نه، پس لطفاً نگو، پس لطفاً نگو. من نیستم کسی که بخوام این رو بشنوم، نه برام خوشاینده، نه دوست دارم، نه به خودم همچین اجازه میدم. اونا خیلی یاد میگیرن که من کجاام، کیم، چیم و اگه دوستی با منو میخوان این روند رو عوض میکنن و از خودشون حرف میزنن، از بچه هاشون، از زمین و زمان و منو میخندونن، ولی اون قسمت ها، یعنی من خط قرمزم رو میکشم. شما هم یونیک باید خط قرمزتون رو با دوست، با همسر، با فرزندانتون، اون احترامی رو که میخواین به شما بذارن به بچه هاتون بذارین. اون خط قرمز شماست که اونا به شما بی احترامی نکنن و این شمایین، تنها شمایین که میدونین چی احتیاج دارین، چی دوست دارین و کسی هستین که قدرتتون در کامیونیکیت کردن، در اطلاع دادن و یاد دادن دیگرون خیلی قوی تر از آقایونه و این وظیفه روی شونه شماست. و خیلی قشنگ میتونم دکتر، این مخصوصا قسمتی که شما فرمودین که غیبت گفتن، چون که بعضی وقت آدم نمیدونه چی جوری با طرف مخاطب خودش صحبت کنه که این چی جوری من اینو تو درواسی نکنیم، راحت حرفمون رو بزنیم و بهشون بگیم اگه میخواید این صحبت ادامه بدیم، میخواید من برم بهشون بگم شما درباره‌اش اینجوری صحبت دارید میکنید، اونم میگه نه خب پس صحبت رو ادامه ندید رو این قضیه.
و واقعا پوینت خیلی مهمیه. غیبت گفتن کار بسیار ناپسندیه و زیبا نیست و ما باید رو خودمون کار بکنیم و به ذات هشم بتونیم این عشق رو نسبت به همسرمون ارتباطمون رو قوی تر بکنیم. دوستان عزیز، ما الان داریم با خانم دکتر نسرین برخورداری، خانم کهن درویش، روان درمانگر با تخصص در ارتباط خانوادگی، با تخصص رشد روحی و روانی کودکان از تولد تا بزرگسالان و همچنین دکتر روانشناس، با شماره تلفن 818 849 4130 شما میتونید تماس بگیرید باشون و میتونید مصرحت هشم که اگه سوالی داشته باشین، سوالای خصوصی خودتون میتونید باهاشون تماس بگیرید، یا اگه سوالی دارین یا میتونید با ما تکست بکنید در شبکه تلویزیون درخت زندگی و ما میتونیم ازشون سوال بکنیم و در برنامه‌های بعد پاسخگوی سوالات شما باشیم. خانم دکتر خیلی ممنون. صحبتی چیزی دیگه دارید؟ فکر میکنم به آخر برنامه رسیدیم. به امید خدا، به امید دیدار، فکر میکنم 2 هفته دیگه و روز و شب شما بخیر. به عزت هشم پس میشه 2 هفته دیگه، هفته دیگه پنجم میشه 12 می. به امید خدا 12 می. اگه سوالی داشته باشین شما تو این مدت شما میتونید برای ما بفرستین و به عزت هشم روش سوالای شما جواب پاسخگوی سوال شما هست. خیلی ممنون، واقعا تشکر میکنم خانم دکتر تشریف آوردین. از بینندگان عزیز تشکر میکنم که وقت گذاشتین و به عزت هشم این برنامه به مدت 24 ساعت تا 48 ساعت آینده ما اینو از دوباره تکرار خواهیم کرد که میتونن برنامه ها رو، این برنامه خیلی خیلی مهمه چون که واقعا یاد گرفتیم که بچه هامون رو تو چجوری بچه ها رو بخوابونیم یواش یواش. یاد گرفتیم بچه هامون رو با انس دادن با کتاب و خوندنشون. یاد گرفتیم که بچه ها رو مسواک بزنیم شبا رو و یاد گرفتیم که ارتباطمون رو ما چجوری میتونیم قوی بکنیم با همسرمون یا همسرمون، زنمون یا شوهرمون، که چجوری این ارتباط رو قوی تر بکنیم که بتونیم عشق رو زیادتر و زیادتر بکنیم. خیلی ممنون از خانم دکتر. متشکرم. مرسی. شالوم باشید.